به نام خداوند، با ستایش و سپاس خداوند بزرگ و با درود به اولیاء خداوند و همه پاکان و نیکان، به ویژه حضرت محمد صلوات الله علیه، پیامبر بزرگوار اسلام. خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. این نوبت سومی است که در خدمت شما هستم با گفتگویی در باب ریشه‌یابی و آسیب شناسی ناخرسندی، به ویژه با توجه به رویکردهای دینی دینداران. در دو نوبت گذشته دو تفکیک رو خدمت شما عرض کردم. تفکیک بین دینداری کسانی که از دین آغاز می کنند و به خودشون می رسند و کسانی که از خودشون آغاز می کنند و به دین می رسند و قدری توضیح دادیم و نظر خودم رو عرض کردم که کسانی که در گروه اول جای دارند بیشتر در معرض ناخرسندی هستند. در نوبت دوم تفکیک دیگری رو خدمت شما عرض کردم و آن این بود که کسانی در دینداری خودشون روی اعتقادات خاصی تأکید دارند و کسان دیگری دینداریشون ایمان محور هست. و باز هم از تجربه شخصی خودم و از زاویه نظر و تحلیل خودم این داوری رو داشتم که کسانی که دینداری اعتقاد محور دارند بیشتر در معرض ناخرسندی هستند تا کسانی که دینداری ایمان محور دارند. در واقع اینها رو من به عنوان یه پیشنهاداتی خدمت شما عرض می کنم، طرح مطلبی می کنم. گفتم انگار که سفره دلی می گشاییم برای یکدیگر و هر یک از ما البته خوب است که در تجربه خودش بیاندیشد و ببیند که با این امور هم خودش شخصا همون چه که در اطراف خودش دیده است در واقع چه برداشتی از این تفکیک ها و از اون نتیجه‌ای که در مورد خرسندی و ناخرسندی گرفتیم می تواند از مشاهدات خودش استخراج بکند. در این نوبت به یه مطلب خیلی مختصری اشاره می کنم. به نظر می رسد که یکی از ریشه های ناخرسندی ما و نارضایتی که از زندگی داریم، به ویژه در زندگی دینی، این است که ما یه اموری رو می آموزیم و فکر می کنیم که جهد فکری کافی کرده ایم، تلاش کرده ایم که مطلب رو خیلی برای خودمون واضح بکنیم، بفهمیم و در واقع حقیقت مطلب رو دریابیم، اما کمک چندانی در زندگی به ما نکرده. مثال میزنم که این روشن بشود که در واقع منظور من چیست. مثلا ما میبینیم که در متون دینی، در متون عرفانی، در ادبیات فارسی، در اشعار شاعران همیشه سخن از توکل میرود و اینکه توکل تا چه حد به انسان آرامش میدهد. بعد ما سعی میکنیم توکل رو هم بفهمیم، ببینیم چیه موضوع و ما هم توکل در خودمون داشته باشیم، ولی میبینیم چندان به آرامش دست پیدا نمی کنیم و گاهی میپرسیم که خب اینجا ما توکل کردیم ولی خب آخرش چی شد؟ و به هر حال در واقع ناخرسندیم از اینکه این فضیلت ها رو دوست داریم داشته باشیم و قرار هست که اگر این فضیلت ها رو داشته باشیم این نتایج خوبی بگیریم. همین خرسندی در زندگی قرار هست که یکی از نتایج اینها باشه، رضایت، آرامش، ولی به اون نتایج نرسیده ایم. خب من یه تفکیکی میخوام بکنم در اینجا. این حالا تفکیک بین گروه‌های مختلف نیست، این تفکیک در واقع تفکیک بین دو مقام است، تفکیک بین دو گام است در باب این فضیلت ها. یکی این که گام اول این است که در باب مثلا توکل، این که ما توکل رو بفهمیم. گام دوم این است که توکل رو در خودمون محقق بکنیم. فهم توکل، درک توکل، داشتن یه معرفت خوبی نسبت به این فضیلت بزرگ یه مقام است و متوکل بودن، تحقق این فضیلت در خویشتن یه مقام دیگری است. ببینید در علوم عادی، در علم تجربی، مثلا در فیزیک و شیمی و زیست شناسی و در ریاضیات، مثلا در این علوم شما کافی است که یه مطلبی رو بیاموزید.
وقتی یه مطلبی رو خوب فهمیدید، دیگه از اونجا به بعد اون مطلب در ذهن شما می نشیند. یعنی شما اگر پیشینه کافی داشته باشید، پیش نیازهای اون مطلب رو داشته باشید، امکانات آموزشی مناسب هم فراهم باشه، شما این درس رو در فیزیک گرفته اید و یاد گرفته اید، مطالبش رو به ذهنتون سپرده اید و دیگه از اون به بعد هم در قدم‌های بعدی کسب دانش از اون استفاده می‌کنید، هر جا لازم شد از اون استفاده می‌کنید، چون این آمده در حافظه شما، در معلومات شما خوش نشسته و دیگه از اون به بعد از اون استفاده می‌کنید. چیزی نیست که بخواید اون رو در وجود خودتون محقق بکنید، در واقع جزء معلومات شماست. اما در امور معنوی آموختن فقط قدم اول است. مقام تحقق مقام دیگری است و قدم دوم است و اتفاقا مهمتر است. خب اون قدم اول خیلی مهمه. ما مثلا معنای توکل رو اگر درست ندانیم فکر کنیم توکل یعنی تنبلی، خب خیلی به راه خطا رفته ایم. باید بدانیم که توکل به معنی بیکار نشستن نیست. کسی باید کار خودش رو انجام بدهد و اون اموری رو که از کنترل خودش خارج است به خدا بسپارد. به هر حال باید یه درک روشنی از توکل داشته باشیم. به قول مولوی گر توکل میکنی در کار کن، جهد کن پس تکیه بر جبار کن. یا این که میگوید که گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. یعنی شما زانوی شتر تو باید ببندی، نمیتونی شتر رو رها بکنی، ولی با توکل این کارو بکن. خب ما باید این رو درک بکنیم که به هر حال توکل دقیقاً چیست. اما قدم دوم و قدم مهمتر این است که این توکل رو در خودمون محقق بکنیم. این شاید به درازای همه عمر طول میکشد. اینکه شما در یه اموری توکل میکنید، بعد در یه اموری کامیاب میشوید، در یه اموری ناکام میشوید، همه این زیر و زبرهای زندگی، پستی و بلندی های زندگی، در اون انگار به یه ترتیب شما توکل خودتون رو هم دارید میآزمایید. باید در اون بیاندیشید، با این توکل کار بکنید. اینجا من توکل کردم، اینجا نکردم، اینجا به چه نتیجه رسیدم، اونجا به چه نتیجه رسیدم. تا ما در تصمیم‌های مهم زندگی خودمون توکل نکنیم و توکل داشتن، توکل نداشتن، نتایج اینها رو ندیده باشیم، نمیتونیم بگیم که ما به مقام توکل رسیده ایم، چون فقط در باب توکل مطالعه کرده ایم. یه مفهوم دیگری رو خدمت شما عرض بکنم، مفهوم صبر، که مفهوم خیلی مهمی است. در آیه 157 سوره بقره در مورد اهل صبر آمده است که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، یعنی درودهای خداوند شامل حال کسانی است که اهل صبرند، رحمت خداوند شامل حال اونهاست. دیگه بهتر از این نمیشه سخن گفت. خب ما دوست داریم اهل صبر باشیم، ولی یه قدم خب اینه که در باب صبر مطالعه بکنیم، نکاتی در باب صبر گفتند، صبر اقسامی دارد، مثلا احوالی دارد، ولی تا ما در زندگی خودمون صبر رو نیازماییم، اهل صبر نشویم، در پستی و بلندی های زندگی، در مشکلاتی که برای ما پیش میاد ما صبر نورزیم و این صبر رو در خودمون تقویت نکنیم، به مقام صبر نمیرسیم. که حافظ گفت که گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی به خون جگر شود. به مقام صبر وقتی میرسیم که این صبر رو ورزیده باشیم. این کلمه ورزیدن کلمه مهمی است. خب من اینجا مطلب من خیلی بست زیادی ندارد. سخن من اینه که ناخرسندی گاهی از اونجا پدید می آید که ما این فضیلت ها رو فقط به عنوان یه علم بهش نگاه میکنیم. فضیلت یعنی چیزی که در وجود ما باید محقق بشود و این توضیح رو خدمت شما عرض بکنم که فضیلت مثل یه مهارته. برای اینکه ما شنا بکنیم خب ممکنه این مقداری مطالعه بکنیم، ممکنه مربی به ما بگی که شما دستتو باید اینجوری حرکت بدی، پاتو باید اینجوری حرکت بدی، اینجوری باید نفس بگیری و ما اینها رو مثلا سعی کنیم به ذهنمون بسپاریم، ولی شنا کردن رو در آب میشه یاد گرفت. بهترین شناگر دنیا هم هرچه شنا میکند شنای او بهتر میشود. بنابراین یک کسی که بسیار هم انسانی است که در فضیلت توکل در واقع کار کرده، هر چه میگذرد این فضیلت در او بیشتر محقق می شود. بقیه فضیلت هم همینجوری هستن. شما فکر کنید به فضیلت صبر، توکل، تقوا، شکر، خشیت از خداوند، صبر، خود ایمان یه فضیلتی است. اینها همه از جنس مهارتند، یعنی آموختن اونها یه قدم کوچکی است. میشه آموخت که بالاخره خشیت یعنی چی، ولی بعداً
مثل همون شنا کردن، مثل ورزش های دیگه، مثل مهارت های دیگه. تا اون کار رو کسی مدام نکند، در خودش تأمل نکند، کار خودش رو محاسبه نکند، نتایجش رو نبیند، به نتیجه نمیرسد. کسی که اهل شکر است، کسی که اهل تواضع است، کسی که اهل فروتنی است، اینها رو باید در خودش بپرورد، در خودش محقق کند، فقط به آموختن اونها بسنده نکند. خب به نظر میرسد که من سخن رو تمام بکنم، به نظر میرسد که یکی از عوامل ناخرسندی این است که ما گاهی در دینداری خودمون با فضیلت‌ها به عنوان صرف معلومات برخورد میکنیم، نه به عنوان یه مهارتی که باید در خودمون بپروریم و مدام با اونها کار بکنیم تا اینها رشد بکنند و موجبات خرسندی و موجبات آرامش ما رو فراهم بکنند. به هر حال ما مطالعه در باب فضیلت‌های دینی میکنیم، ولی بیشتر باید توجه به این داشته باشیم که فضیلت‌های دینی مهارت‌هایی هستند که باید اونها رو ورزید، باید ورزش کرد، باید با اون مهارت‌ها زیست و اون مهارت‌ها رو رشد داد و در خود محقق کرد تا به میوه‌ها و به ثمرات اون فضائل دست پیدا کرد. من سخن رو به پایان میبرم و از درگاه خداوند میخواهیم که در این ماه مبارک رمضان فرصت تأمل در باب فضیلت‌ها و فرصت تأمل در باب خود رو به ما عنایت کند و زندگی نیکویی در انتظار ما باشد. السلام علیکم.